و همه دوستای گلم، سریالی که میخوام امروز راجبش صحبت بکنم سریال خاکای غیرقانونیه. سریال خاکای غیرقانونی قبل از اینکه پخش بشه دیگه گفتن دیگه میترکونه خیلی دیگه فلان اینا، ولی حالا اونجوری هم که اونا ادعا میکردن نشد. بله خب خیلی افتضاح هم نشد، یعنی بالاخره یه سری بیننده اوکی داره، یه سری بازدیدای خوبی داره. همین که والا فینال نشده، خصوصا با این شبکه‌ای که اینو پخش میکنه فوکس، از اون شبکه هاست که یعنی مثلا فرتی فینال میده. بابا لامصب الان مثلا هنوز فیلم مثلا داستان اصلش مشخص نشده تو فینال دادی. بینم شاید یه 4 تا بیننده داشت، کلا از اون شبکه هاست. ولی همین که فعلا ادامه داره واقعا نشون میده که اوکیه والا نظر من. ولی حالا چرا بهش میگم سریال اعصاب خورد کن؟ آقا اگر برای اعصاب خودتون، آرامش روان خودتون احترام قائلین، نبینین. اگر که مثل من مثلا فیلم میبینین تحت تاثیر قرار میگیرین، چه میدونم اشکتون دم مشکتونه، فیلم رو میبینید گریه میکنید، اینا نگاه نکنید اصلا. الان بهتون میگم چرا. قسمت اول فیلم نشون میده که خصوصا قسمت اول اصلا نبینید، حالا برید در قسمت دوم به بعد شروع کنید باز بهتره. قسمت اول نشون میده که این داوود، که داوود خیلی قیافه خوبی هم داره، نگاش بکنید ببینید صداش، من خیلی صداشو دوست دارم لامصب، نمیدونم چرا. این داوود یه خانواده فقیر و خیلی بدبخت و بیچاره این، مثلا اینا هم تو معدن کار میکنن. داوود و باباش و داداشاش این تو معدن کار میکنن. صاحب معدنم یه آدم پولدار خفنیه که بابای این دختر گلفمه. حالا چی میشه؟ این اینا هم هی استر میرن میگن بابا حقوق ما کارگری معدن رو زیاد بکنید، ما کار سختیه دیگه کارگری معدن، ما پول میخوایم فلان. نه البته بگم تو زمانهای قدیم بوده دیگه فیلم. بعد اون موقع دیگه اون هم هی گوش نمیده، هی سر بهشون ظلم میکنه، بدبختی اینا. یه سری اینا معدن ریزش میکنه. خب بعدش هم چون که خیلی اون چند وقت بارون میومده، آبم داره میریزه همین جوری توی معدن داره آب میاد بالا. اینا میخوان که فرار کنن و اینا یه عالمه از کارگر رو فرار میکنن، ولی این بابای گلفم در رو میبنده رو بقیه کارگرها و باعث میشه که توی اون اتفاق 9 تا کارگر معدن بمیرن. یکی از اونا بابای همین داووده. داوودم میاد بعدن میاد هر کار میکنه، بابا تو در رو بستی نذاشتی ماها بیایم بیرون برای اینکه حالا کار کنیم ول نکنیم کارگری و فلان و اینو، چون هی بهمون حقوق نمیدادی اینا. اینم هر کاری میکنه نمیتونه ثابت کنه که این مثلا در رو بسته. تازه بعد به علاوه اون این مرده همین صاحب معدن بابای گلفام اسمش مالک حتی علاوه بر اون اینا رو از خونه هم میندازه بیرون. اینا هم خیلی بدبخت بودن فلان اینا. یه خواهر کوچکتری داره، مثلا این یه عالمه بچن، همه بزرگن، پسرن میرن سر کار، یه دختر خیلی کوچیکیه. اون مریض بوده. این میره به بابای گلفم میگه ببین تو رو خدا ماشین تو بده، من خواهرم مریضه، من حالا دیگه به دست و پات میفتم، ما الان تو دهاتیم، من تا بخوام برسم شهر با الاغ نمیشه، نمیرسم، سرد هوا، خواهرم میمیره، بیا ماشین تو بده و اینم میگه که ریدی بد نمیدم و اینا. خلاصه خواهرم میمیره. این داوودم دیگه اصلا قاطی میکنه که دیگه باباش مرد، خواهرش مرد، هیچ کدوم نتونست محافظت کنه، همش هم تقصیر مالک بود، روی یکی در معدن رو بسته، اون یکم از خونه بیرون کرده تو سرما تو بدبختی. تازه اینا هم میخواستن با الاغ بچه رو بردارن ببرن تا برسونن به یه دکتری اینا، دیگه اونم مرده. دیگه اومد که مالکو بزنه بکشه. بعد میاد و با مالک درگیر میشن و حالا خونه هم این کاروانسرا هر کی یه وریه. این همجور برخورش رفته خونه با بابای درگیر، هیچ خری هم نمیاد بفهمه که اینا دارن با هم دیگه درگیر. خلاصه این یه تیر میزنه باباه. ولی خب اونجایی که آدم بعد از زارتی نمیمیره که مثلا میخوره به شکم مکمش و اینا. بعد که میاد گلفم میاد میبینه که این باباشو زده و اینا. بعدن
گلف هم حتی میخواد بره مثلا اینا میگن که خب دیدی کسی که مثلا زده بابا تو اینا، بعد گلف هم میبینه که انقدر باباش مثلا بدجنسه، باباش چه بلاهایی سر این آورده، اینا خلاصه لون نمیده پسره رو، میگه من ندیدم کی بابامو زد. بعدش هم یواش یواش هم عاشق هم میشن. حالا این گلفم و داوود بدبخت تو این شرایط که این بابا اینقدر عوضیه، بعد دیگه داوود هم یه شرایط زندگی افتضاحی داره، اصلا اوضاع روحی روانی درستی هم نداره، این همه بدبختی کشیده. اینا عاشق هم میشن، چجوری قراره به هم برسن، چجوری قراره از هم حمایت بکنن، اینا خیلی قسمت های قشنگی رو بهتون نشون میده. یعنی عشقشون کلا این قشنگی، قسمت های قشنگی رو بهتون نشون میده، حتما نگاه بکنید. ولی میگم این که یعنی اون همه بدبختی اونا رو نشون میده، خب دیگه مثلا هی نشون دادن اون بدبختی اونا، فقط بدبختی اونا رو نشون نمیده که تمام کارگرای معدن و مثلا تمام بالاخره اونا رو داره نشون میده. خیلی غم انگیزه، خدای خیلی من ناراحت شدم قسمت اول، ولی خب بعدش میگم عشق اینا بالاخره ماجراهای دیگه اینا خیلی باحال میشه. اینم از این سریال. امیدوارم که خوشتون اومده باشه دوستان. اگر که تحلیلامو دوست داشتین، ویدیوامو دوست داشتین، برای اینکه بازم بتونم ویدیو درست بکنم حمایتتون احتیاج دارم. سابسکرایب رو فراموش نکنین، لایک کامنت فراموش نکنین. دوستتون دارم.